آمد بلای آسمان با دهشتی خود ناگهان، لرزان جسم و جانمان ویران کرد چندین مکان. عاجز ماندند بندگان حتی جدا از جسم و جان، یا بر خدا رحم نما بر حال این بیچارگان. نه خانه و نه جای ماند، نه کشت ماند نه مال ماند، هم کودک و هم مرد و زن بینید بچون احوال ماند. آبادی ها ویران شد، چند خاندان به خانه شد، گل گشت و باغ و راغ ها ویران شد ویران شد. دارایی ها برباد رفت، تا آسمان فریاد رفت، هم خوردن و هم خوابیدن روز و شبان از یاد رفت. از تو مدد می خواهد پروردگار و نوریان، بر آرزوی و مقصدش او را رسان او را رسان. بر آرزوی و مقصدش او را رسان او را رسان. السلام علیکم دوستان عزیز، تماشابینان محترم. از ما بسیار خواهش کردند که همین باقی مانده های اثری آفتی درویشی شده رو رفته به نوار گرفته باشیم. چند تا ماشین برد؟ короче 4 تا ماشین برد، 2 تا دیگه جاش با چخترگی این بالا و یک هماز، یک تیکو، یک پورتر، ماشینی من. ماشین شما چقدر بود؟ دیگه 099. ایوه. یا این طرف هم اومد چی؟ این طرف همه دو طرف اومد، اما اینکه خیلی وی آمدگی این کمتر بود. اینجا آمد و خیلی من همه داشت بودم آمدم، من خودم قریب در گواره کتی مانده بودم بچم. خانه شما همینجا؟ ها خانه من همین جبریده من در همینجا. من خیلی نشنی حولی دادرم، این نش خانه خودم نه سیستم ایوان موندگی نبود. حاضر همینجا خانه بوده اصلاش ها؟ اینجا 10 کوب چوب داشتم، چوب اپلرم برورگی. همینجا سیستم ایوان با بسته مونده بودن، تاگ نپرتاد بود. ایوه. همه آمده زده است، من یگان دانه سیستم نیست. در تریزا یک دم تریزا وای شدگی که هوا هم وجه خیلی دبلو کار نمیاد. نه درمون نه تریزمون همشون که زرا لکن ما همین احترام همین خواهش کردیم من که همین سال گفت خامر با حاکم شهر آمدن همین وعده کردن همین گفتن که خیلی شرایط چی میکنیم مهیا میکنیم. اکنون گفت مثال گفت دستگیری همون نوبه شدیم که مثال گفت دستگیری کنم وای کنم که اکنون جای اینجا زندگی اکنون واقعی نیستویت اینجا زندگی. البته اینجا بینه واقعی دب دلش رو مزه اینجا باغ بود، اینجا باغاتانه رنگ بلیش بودن، نهالوی ویای پالی من همش در درن سیل هیچی نموند. اونجا یک آقل 13 متر داشتم، برای 6 متر درازش 13 متر. همه حاجت خانه آقل همش یک طرف. من اکنون حساب کنم که من نمیدونم مولا چه باید میشد این سال کجا میرد تا کجا قوم میکنم. اگه ویم نیست شرایط نیست. این خونه استقامت تو همین بود؟ خانه استقامت همین. برای اونجا به پدرم کتابخانه وای کرده بودن، خانه شه سال وای جاش که کتابخانه همه کتابه هم کل میداد وای شدگی. من کمتا جوگام در بیرون هنرس تا پسوده پر مسوده تا تلویزور هم هم ویاید. چی شرایطی که داشته رفته آن؟ همین چی شرایطی همین چی بود و نابود هم بود در همین خانه بود. من یگان چیز وای نشد. اکنون شدیم که مثال گفت همین رئیس های جماعت یا حاکم شهر اگر دستگیری کنن شدیم. خدا خواهد انشاءالله. مثال گفت با خیلی
مال و چیز و مال و ملک و همش یافت میشه. فرزنداتون ناز هستن آخه؟ فرزندان نه، فرزندان 100% فرزندان خب نمی اگر دو منو دیر مونده مگر فرزندم ممکن که خودم دا چی میشه. من کشیده که بینه هیچ کی باورش نمیاد که 12 تا مرده میشه. خیلی ایوا خیلی سرسانی. این بغیر شما همسایه هاتون چی؟ همسایه‌تون چند خونه؟ همسایه هامو من اینجا وای خونه همسایه زیرکرگ اوزی میرم پول نمیشه وای کرد. چند خونه گرفت اون در آبشی؟ آبشی کراچی جواب دیدم من که تنها همسایه من این بولنگی. دو کس ها؟ دو کس. بعد دیگر رو خود وایاشون گرفتگی به اونجا یک گراج یا آقلی نیم اما که عبدالحمید میگن و آدم پورتیرشون گرفته رفتن. گرفته رفت یا متبلوک گرفته رفت و آدم به بسیار جاو شد. منم که ماشین ها اینه کیا بودن اکا؟ ماشین یک تا ماشینی من بود، یک تا اینی خدا رحمتی بچه همه که علمراد بود خورنیکا میگن، بچه همه که عبدالحمید بود نیم ملا روزی بای با یک تا دیگه شنی داملا شکریلو. کم از اینی که بود؟ کم از این همون بچه همه که علمراد رحمتی نکروز جور شده است این کبرو که زده بایرام کردن؟ من همجا یکم وینج من کورپا اوجه تار شدگی دوایش مثال گفت یک آفت زده گریده اینا آفت زده خیلی نمیشه وای کرم همین سیرانو فایده. شما خودتون نامتون چیه اکا؟ غالب جان. غالب جان. فامیلیتون کی؟ نورو غالب جان. غالب جان. همه رفت رئیس شهر آمدن وعده کردن شاتیم شواتی من با میخواد یاردم کنن خدا خواهر میکنن دستگیری کنن خیر رحمت که همه که مثال گفت آمدن اینجا من انجایت خود تازه کنن خود رئیس شهر آدم خاک سار بودیم مرده که خوب بودیم همین شاتیم که مثال گفت دستگیری کنن وای کنن آزی من اینجا اکام خیر آزی رفتگی من صاحبی 3 فرزند 4 فرزند مثال گفت زن هست وای کرد اینجا با حاضر با نامی دو کسی اینجا هم اکام یا دودر دیگه با زرینی و هم بال پنچکیم با همه پروسته اینجا من زرینی از زندگی میکنم یک ماه می همین 4 روزه می 5 روزه می تو همون مثال گفت خانه بود میکنیم گفتن وای کردن و گفتم خیر اگه تو بود شدگی شه یک بلا میکنیم یا علاج میکنیم اینجا زندگی گذارم دیگه اون علاج نیست. زن فرزندانتون کجا بوده؟ زن فرزندم خانه خوشتامونم بود همه روز کالخوزچون اومد زنم کالخوزچون همین روزی که سیل وای شد خیلی لیم برکه وان همین رئیس های همین ویو که البته مثال گفت گرفته آمدن امچیس همون روز خودش همین امچیس پدرش به حضور رحمت به یکون کپیک به یکون چیز برد مثال گفت همون خانه وای خوشتامونم موندن وای کردن زن و فرزندم 3 روز دامجه بود من همه روز اومدم اون کمک کرد حسین خدا رو شکر من خیلی کمک کرد حسین نکن با رئیس شهر اینجا وای کردن که تمام پایاشون همین اینو شرایط خورد و خوراک نشد اون وای بینیتون افتاد رئیس جماعت مثال گفت چیکار رفتن سپارش دادن سپارش دادن همیشه که من میاد وای بینیتون مثال گفت من مردک و همه جواب دیگه چیز کرده که یاردم کنیتون افتم که گپ کور گفته رفتن اکنون شاتیم که مثال گپ دستگیری کنم خدا خواهد انشالله که گپ کور من کورپا من در روی دیوال حیران دلوی در آب جولدگی اینجا برورا ماندیم دیوال همسایه با ای خدای کدام یک تشه میگوید بیدن خدا پنات یادی نه همین کورپای دیده هم میشه همین یادم میگویدم لوی کنم نمیدونم که لوی جولدگی همه تلفن کنم کنی کجا باید خال لوی کولش سفید میکنه وایشی ما همه که 33 به درام داشتم من همه که سال عمره من ندیدم که آفت تو این خیلی دهشته من یکم بار این خیلی وای دیدم که من هم خیلی وای شد خدا پناهت یاد صندوق لای به جولدگی از صندوق دیگه درنی لای به گرفتن نشد درنی خانه بوای در آمدم تومیان مغوط دیدم دیگه ندر آمدم من خیلی من کورپای رو خال می اگه چی میشه این مثال گرد کتاب خونه من همه اکن
نمال روز بای بای من شدگش من این با دادای من چقدر زحمت کشیده کمی کسی خودشون مثال که راست خود کرد خود راست خود کرد همینجا راست کردن چیز کردن من گیری همیشه وای کرد اومد اون طرف زدگی من هم این طرف و من از دو طرف کراچ آب درآمده من خیلی وای کردیم این به چقدر زحمت کشیده بودن دادو من درجه گفته بودم که دادو تید مثال که همینجا من گیرم وای کنم نگفتم بچه مثال که خودشون خیلی هم دیرکتری و هم مثال که وای شدم که قریب تاکی 20 سال دیرکتر بودن در مکتب اگر خیلی قدری هر یک دانه این کتاب میرن که برای همین البته وای نکردم من خدا چوکه من تاکی من همین حال نیوای من همین کتاب لای به جلدگی کتابه خبشه جای وای ندارد این اوجی سپورت شدگی من همون که ضرر بودم نکن نام کشیده رفتن ورم کرده اینا من همین خودم باور میکنه به یک وای موندم دیا به همین به هیچی موندم نه در پام دارم آزی نه در سرم دارم نه در تنم دارم به نام خدا نه این همه همسایه پوشیده روزی که همین سیل وای شد انجام و لایقه و جلدگی بود همه بیچاره پدر آمد همه همسایه با همسایه خود دستگیری کردن مایکی و برژه بروران دادن سلانس و پوشیدم رفتم کافوچون زن بچم بردم یا شب خور رفتم سهر آمدم من این خیلی ماجرای نده بودم سهر آمدم باورم نامد که من این ویشی سم خیلی میشود است شد در گفتم طور نمیده که مهنتشون برباد رفته سه نه تمام مهنت به نام خدا این به چند پلیگی چند ویو که رسخات کردم کتابایی که خودم دوشنبه دادیم آوردم دوشنبه هم مثال که رفتم تاکی 3 سال 2 سال کار کردم این بسیارش مثال که همون طرف گرفتم آمدن که همینجا یک آبادی یک وای شد همین آبادی چی مثال که همین که روز حال همین وای های 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 اینا قدرش هم موضوع میگه که کردگی میدونه دیا باید دیدنی ما اونو باید وای از نظر گذراندنی ما اون قیم فهمیدن این ویا مهنت که رفتگی از آدم جونش درد میکنه باور کنید یقدر مهنت و زحمت یا امارات کردن ببینید چقدر یا جنازه خونه بود من نه جنازه خونه موندم نباید همینجا بودم؟ ها همون وقتی که سیل آمد من اینجا جنازه خونه شفر بود همین خیس کرد چهره من اینجا آدم ها مونده بودن همه این طرف سیل فرام هم مثال گوه همین بچه ها همین چهره شفر حولی من در آمدن شکر خدا که هم بچه ها در آمدو مثال گوه یک گوره میوردم و خزنم دوگانگی تولد کردگی فاطمه زورو همین شکر خدا که هم بچه ها در آمدو مثال گوه یک گوره گرفته رفتن 2 پسرچه می گرفته رفتن خودم که صاحبی 4 فرزند یک دیگه در آمده خودم مثال که دویم گوره میگیرم گفتم که همین آمد یک دهشت باریم زد یک طرف هم لای به جولی مثال هل اسپید کردم گاشته کفتم میگرفتم گوره یک بلا کرد بردم بالا همین آفت دورتر شدم که مثال که نمانیم که قریب به نام خودم من فرزند که در تورنیوای مونده بودم این قدر سال مهنت و زحمت فرزندا دقیق تر بودند یا همین سال 10 سال مثال که روسیه گشتیم چیز کردیم من با یک ترگیم مثال که یک ماشین کردیم زنگ گرفتیم من خانه طرف کردیم که با خانه خدا کردیم من استالبایی که وای بود اما استالبایی هم دراندگی بود نه خده نه از طرف هم وای آمدن چی منتیارو آمده خال وای کرد راست کردن شکر خدا که همین ترانسفرماتور نو آمدن من همین کچوک وقتی که گوره وای کردم من همین کچوک اقفام همین فهمیدم که اگه کچوک دا آدم دوست بود است همین کچوک اقفام داویده رفت همین لای به یک بار بودی برداشتم اقفام قد رسانده رفتم بالا سری جول برامده تنها نمونده؟ ها تنها نمونده همین 4 تا مال داشتم یک تکک
یا تکه یا قشقار گرفته رفت. یا تکه یا قشقار دیگه یافتم. باز خیلی بردگم خونه اپیم با درون کردگی. هی اکو من هیچی گفتم نمیتونم تو صبر کرد خدای مهربانی این روزای وزنی این چیزا با دیدن یک بار و دو بار دیدن که این درد حس کردن خیلی باور کنید که کار شوخی نه خدا صبر کرد من همچه مثال که خودتون میدونید که وقتی که آمده بودید همین بهار شو رفتید آوغای وای کرد همینجا اومده مثال من خودبانی هم کردم در همینجا مثال که همینجا چه وای بود باز من همه آمده مثلا باورتون ممکن که نبیو البته این تماما دیگر جو بود آخه این ترانسفورماتورم بیچاره من رئیس شهر اومدن من ترانسفورماتور دینا ناوشنوندم رحمت پدرشون بکی همه دستگیری کردن خلقه یک بار ترکیده بود اینجا خیلی همینجا حاجی عثمان و یا یک پیاره شنونده بودن بیچاره خیلی یاردمشون رسیده است اینجا من اینا با من این وقتی که ترانسفورماتور ترکیده پول میوای شد همیشه من همین رئیس شهر من او استنید کردم خلق مثال گفت وای نشد سرسان نشد دیگه سرسان وای نشد بین اخوانه همسه وای وای این همین آب همش همین وای اومدگی می همین سوی بالا اومدگی می یا که اینجا به اونجا وای اومدگی یا آوغا اومدگی آبی آوغا این سل آوغا اینجا به یک کرای وای نکرد این شما هم این عقب می ها من همین عمرگی وای این آوغا اینجا خانه بود می اینجا خانه بود این مردک 2 سال 3 سال شد رسید این آدم این خانه خیلی زندگی میکرد اینجا خانه استقامتی بود یا که خانه استقامتی برای خودش ساختگی بود منم خیلی وای شد من آفت وای من این چند کسی دیگه آغل و گراجشون هم برده هستن من همینچه گراج وای همه همسایه خال میوای کردم اینجا گراج بود اینجا گراج بود ستارکسا من چاق خریدی خودی ماشین بردگی با ماشین همه روز بروه همه اکسکواتور من اینجا توزه کرد ماشین بروه بردیم اینجا گلچه کماس که شده کرد خونه اینجا اینی بایوشون بود اینا خیشوشون برده پروف ماشین از ستارکس بودیم رحمتی همه که ابولی احیا خودشون خیلی گذاشتن همین سال بعدش بچهشون ریس میزد وای میکرد بیچاره رسیه رفت من اینجا مونده رفته بود است وقتی وای شدم که ستارکس قچاق مچاق از یکم وای نمیشه یکم اونجا پورتر خور رفته است وایم مثال که آسیب دیگه همه و اینی که پورتر و پورتر اینی همه که بحری بچه خدا رحمتی همه که جلیل اینجا من گراجم پول میوای کرد اینجا دکت دیگه پورتری نو بود او پریساشون گرون اوغلاشون گرون همیشه مثال گفت چیکار رسانه دسته ها اینجا با اون تراکتور رو کار می‌کنه همین وای موقع داشته موقع برای 50 هکتار زمین برای 50 هکتار زمین من از آب می‌استم میوای کرد برای اول کار کنم جوی اساسی همین ده ها جوی اساسی کانال ها خوب بزرگ است این اوغله این موسمی خدا رحمتی همه که افضلی هی اینم تمام این موسم من این باید شد نوعی به زندگی یکم بایش نیست نمیشه سر نو آبی که در اومدگی موتور خاطر محکم کرد خروش من اینجا گراج بود اکو من اینجا گراج بود پورتر مولوش خیلی پریس وای یک تراکتور باید دیگه ماتابلوک بود ماتابلوک که زمین جوف میکنه هم ماتابلوک بود پورتر گریف رفت ادمین پورتر با ماتابلوکش دیوال سیمن بود همه سیمن بلوک بود 2 سال شد کردیم همش گرفته رفت من اینجا آقلشون کندم آقلشون کندگی آزی مولوش با اون بخشی همه میشیم گرفته رفت
کردانمویم بالاش گشت اسوی بود علفوی بود بانج علفا من علفا برا من نبینید همیش من اوغل اوخر خس نموندرنیم به همه چیزا تقدیر خدا من بالا همه خانه کپیدگی آزیر اینجا قریب 15 متر بای بود دور بود ها را بودن ها چقدر بینه بلندش من همیشه از برامدن تا با وایمه میگیرم که اهمی من چیه برام باز من بینید که من اینو برابر کردم جار برابر کردم همین اول دیو تو همین جا بود دیالوگ گرفته رفت همین سال کرده بودی مول ضرر کردن دو در سفید کس حال که خدا حیوان اکن حکمی ویو الیکم وایشان یا یوردموشون رسده خدا تام کنه ارزم پرسونه نگه باور کنه دو در جا خونم به ضرر کردی این جار افسنی سه رانو وای افسنی ها خدا نشون ندید همین دیالوگ گرفته میرفت نمیشه کادونشون هم میتونه بگیره فرزندو ساعت هستن خلاخه فرزندو همش جوجو نازن خدا بشکر فرزنده و یا نازنه نفهمیدم همین ضرر موشده خونه هم با ضرر کرد این سه رانو جر خدا نشون ندید یک بار دیگه دو خونه هم من گرفته میره برای همین خدا خوش میکنه دیگه خونه کمیتی همی یکو چی کنه خیر رحمت با من رئیس شهر اومدن مثال همشون به رحمت برکه رئیس جماعت الهی میخواد خدا عمرشون دراز کنه عمرشون دراز کنه که من میخوام یاردم کنم همیشه رفتوسن دیدوسن مثال یک خلق من اومدن که الهی عمر دراز بینن پدرشون به هزاران با رحمت که مثال من میخواد اومدن دستگیری کروسی من آوازی با منم زنگ وای شد تلفن شد که من اینجا طرفی هم وای اردو روغن و هم که باید گفته بودیم من آوازی مردک تلفن کرد که بیا گیر گفت فلان جا با باز من با میرم مثال که وی میگیرم خب با ایر با دلشش خدا بشکر نظم شده کیست ای افت حال دور شد خلاکون است کاردوس میکنن خدا خواهد حال دور شد آخه میگم همینه یک بار وای کردن نمیشه برطرف کردن نمیشه آیسته میشه خدا خواهد به هزار رحمت که با همین پیش کرسینا برای کیوان که غم خوره و حال جناب علی رئیس شهر مثال که دستگیری کروسن هزار رحمت دستگیریشون همه آمدناشون باز خیلی ترین پرده چی میته اینجا یکو و یک این وفا خیلی مالش خوبه جون زیر نشویتون خیلی کن در پیشونو دا همین چیز بوده خدا دیگر چیکار میکنه تو نکن دیگر علاج نداره خودمون بندی عاجز باشیم فقط اکن تام میتیم دیگر علاج نداریم خدا خود ناز میشد اکن این دور رو شد حالا ناو سر شد مثلا من کارو من تکنیکال کار کردوزم خدا خود اکن از دستی بنده چی میبیاد دیگر همین هر کس همون دستای خودش یک نیکیش رسوندن گیرد منم میگم مثلا هیچ وقت اکن اومده در اینجا یاردم کردن نمیتونیم همین نوار بردار که هستیم میبینیم یا نوار میکنیم تسکینی دیلاتون شده دیگر علاج نداریم خدا فقط خدا میگیم که خدا کشایشتی از شما بیو دیگر همین روزای نبینیم و کور گردوند همین مالش خدا جون انا دوستان عزیز حال و احوال هموطنان ویشستی ما همین است باور کنید برای چی این نوارها رو میکنم اولا خودشون خواهش میکنم برادران عزیز که بیاید یک نوار کرده باشد اصلا شاید بسیاری ها فکر میکنن که برای پرسمات رو باشد یا اینکه بسیاری ها در حقیقت هم نوار میکنن برای پرسمات ای خدای مهربان اگر همین کانال ما با همین چیزها پیش میرفتگی باشد اله از پیش نرود اله از پیش نرود اگر با همین چیزها پیش میرفتگی باشد و اگر دل و نیتی ما آن باشد که همین نوار رو کنیم و ما پرسمات رو گیریم اله از پیش نرود خدا این روزها رو به همه کور گرداند هیچ کس این درد و داغ رو نبیند این چیزها روزهای وزنین است عزیزان دل من به هر یک شهروند به هر یک هموطن عزیزی که در همین حادثه های طبیعی حادثه هایی که پروردگار بالای این مردم میفرستد جوابدیدگی است همدردی خودم رو میرسونم همدردی یعنی همین تماشابینان عزیز رو میرسونم دل نیتی ما رو به نیتی بد قبول نکنید هر یک کس هر یک نفر تا حد امکانی خود کمک بکند از دست ما بغیر از اونی که آمده و نوار کرده تسکین دل اینها باشیم دیگر چیزی بر نمی‌آید خدا خواهد انشاءالله که این روزها پسی سر میگردند
اساس همین است که تلفات جانی نیست در دهه وحشی است. دیگر مال و ملک دنیا خدا خواهد یافت شونده است. این روزها آهسته آهسته فراموش هم خواهد شد. به همین خاطر به هر یک شخصی که به همین ها کمک میرساند، خواه با دست، خواه جسمانی، خواه مالی، خواه از درون مردم، خواه با کمک ها باشد. چه خیلی گفتن همین ساکین ها راستیگه به متصدیانی که از طرف حاکمیت دولتی شهر پنجکین از طرف جماعت وابسته شدگی هستند، کمک میکنن. یک جهان تشکر. انا وقتی کمک و دستگیری است، چقدر خواهید دستگیری کنید کم است. عموما پناهتان بر خدا. برادران عزیز، تماشابینان محترم، خدا الهی دعا کنیم که یگان مردم و یگان نفری روی دنیا انا همین روزها رو نبیند. پناهتان به خدا خود را احتیاط کنید. بعدا میخواهم یک خبری دیگر رو به سمع شما رسانیده باشم که همان 2 نفر فوتیدگانی که از دهه کشتودک بودند، باز یک نفر دیگرشان رو یافتند. دادرک عزیز حبیب الله یا حبیب جان هستند، نمیدونم نامشان را یافته و امروز سنه 22 ایول به خاک سپردند. ما در آن جنازه اشتراک داشتیم. به حد روزی وزنین عزیزان دل، پدر و خویش و اقربا جگر سوخته بودند. ما همدردی خودم را به اکای بابور، به اکای به امک حیات علی، به امک بختیار، به امک مرزا علی، به هر یکی آنونه که اقربای خود را از دست دادن همدردی خودم را میرسانم. خداوند مهربان صبری جمیل عطا فرماید. پناهتان به خدا عزیزان دل، تماشابینان محترم، هموطنان عزیز و گرامی. هر آن برادری عزیزی که میخواهد به همین آفت زدگان سیل دهه وحشی یاردم کرده باشد، کمک خودش را رسانیدنی باشد، البته این مجبوری نیست، اما از بعضی هستند شخصانی که خواهش دارند که به چنین اقدام ها دست خود را دراز کرده باشند. به همین کارتی که در اکران ها میبینید از آن خودی همین آفت زدگان است، میتوانید کمک خود را رسانیده باشید. پیشکی منتدار هستیم. در پناه خداوند مهربان باشید. خود را احتیاط کنید.